با سلام و درود هموطنان عزیز، انشالله که جور و سالم و صحتمند باشه. فالوورای گرامی، خواستم یک موضوع بسیار جالب کاغذ پیش برای شما تعریف کنم. چند وقت پیش یک شخص برای ما مراجعه کرد، یعنی که مشکل داشتن و گفتن که یک نفر بدون اجازه از اینا فیلم گرفته و صدا پر کرده و اینا را تهدید کرده با صدا و فیلمی که داشته، که شما باید مثلا باش موضوع را کمی بیشتر توضیح بدم. یعنی که دو تا خواهران بودن یا دو تا خواهر که اینا تازه به کشور آلمان آمدن و فکر کردن که در ایران و افغانستان میتوانن از صدای مردم اخاذی کنن. در اروپا هم چنین قانونی هست و چنین قانونی هست. خب اینا به یک از ادارات مراجعه میکنن و کارشان انجام میده اون نفر و خیلی هم پیش نفر زاری میکنن که این کار مثلا اون نفر میگه در شأن من نیست، یعنی که در توان من نیست در حقیقت که می کار انجام بده. خب گیره میکنن، زاری میکنن که اون نفر این کار برایشان انجام بده. بعد از اینا چیکار میکنن؟ صدا و فیلم از این نفر میگیرن که اون نفر داره کار برایشان انجام میده و بعداً باز دوباره به وزیر اداره مراجعه میکنن و میگن که مثلا شما برای فلانی خواهر ما این کار کردی، برای ما هم باید بکنی، اگر نکنی ما فیلم تو داریم و میتونیم که پیش رئیست بریم و از تو شکایت کنیم. اما بیخبر از این بودن که او اخاذی که از مردان در ایران میکردن یا در افغانستان میکردن، در آلمان دیگه او امکانش نیست که بکنن، چون در آلمان قانونی وجود داره که شما اجازه نداری بدون اجازه کسی از او فیلم بگیری، عکس بگیری، یا که بعضی از افغانای عزیز ما را اگه دیده باشیم دوست دارن داخل موبایل یک پروگرام ها ثبت کنن که صدا مردم را ثبت کنن. اینا کاملا در آلمان غیر قانونیه و بعد از این دو خواهر به دادگاه معرفی میشن که دادگاه برای از اینا 6 ماه در آلمان زندونی میده، یا که میگه که اگر نمیخواین زندونی باشیم روز 90 یورو شما باید زندان خود بخرید، که حساب کنین چندین هزار یورو میشه. ولی خب اینا اجازه دارن که دوباره وکیل بگیرن و اعتراض کنن، اما در قانون اول اینا مجرم شناخته شده. خواستم برای شما بگم که عزیزانی که پنهانی از شما صدا پر میکنن یا مثلا شما یک صدای به واتساپ میفرستین با صدا شما رو بدون اجازه به دیگه کس میدن و شما سوء استفاده میکنن، میتونیم از اینا شکایت کنیم و از حق خود دفاع کنیم. موفق باشین دوستان.